خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. قرآن کریم بهترین جلیس است، بهترین رفیق است، خصوصا کسی که اگر لذت ببره و امرای قرآن کریم آشنا باشه هیچ وقت نمیگه که والا ما مانده شدم، چون که بخونم اون لذت میبره. کسی اگر اقام خدا اعتکاف کنه مثلا بگه که من روزانه یک ختم میخوانم، چون که بخونه اما لذت میبره، هیچ وقت مانده نمیشه و خسته نمیشه. کلام تعالی میفرماید الله نزل احسن الحديث، بهترین حدیث است. الله تعالی میفرماید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. آیات بسیاری است که همچون اگر ما شما فکر کنید که ما چقدر که بخوانیم در دنیا برای ما شما اجر است که من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. که ما شما بخوانیم اما درجات ما بلند میره. قال قارئ القرآن اقرأ ورق ورتل، بخوان چقدر که میخوانیم در درجات جنت بالا برو.